سلام عشقای من، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه و حتی اگه عالی نیست عالی بشه. بچه ها امروز قراره بریم دوئل، ولی با دوئل معمولی یکم فرق داره. قراره که 5 به 5 بریم تو شیپمنت. بازی هم فقط نیده و اینکه اچ پی هم روی یکه و قراره کلی خوش بگذره. خب بازی شروع شد. وای این دیگه چه سمیه. خدا کنه فقط گان نکشن ها. من چون بهشون گفته بودم که اصلا گان نکشید، بازی نیده و هر کی گان بکشه نوب سگه. حالا دیگه خودشون انتخاب میکنن که نوب سگن یا نیستن. خب به نام خدا شروع میکنیم. داش فاتی میخواد بره همه‌شون رو رنده کنه. یعنی میخوام، من خدای نیدم، چی فکر کردیم؟ هیچ کس نمیتونه تو نید کردن از من بهتر باشه. آره الان مردم فکر نکنید کلا بازی برد و باخت داره. وگرنه آها بمیر. وای بچه خیلی سمه، خیلی. یعنی تو تا میای تا ریوایو میشی سری میمیری، چون کلا همه جا نیت هست. دهنتون سرویس. ولی وای خودکشی نشه. ببین دیگه کلا زدم به سیم آخر، همینجوری میندازم. حالا خورد نخوردم یعنی خدا وکیلی زرتی آدم میمیره. بمیرین دیگه. وای اصلا نمیشه. وای این دیگه چه سمیه. نمیدونم با چه مغزی این سبک بازی رو من انتخاب کردم، ولی حال میده خدایی. یکیشو زدم، یکی منو زد. دقیقا اونجایی که اومدم گفتم یکیشون رو بالاخره زدم، یکی اومد منو زد. دیگه به این میگن کارما، بزنی میزننت. چقدر من مردم ها. ولی بچه ما جلوی، ما 26یم اونا 16 الان شدن 17. خدای من نیدم اصلا خوب نیست، اصلا نید کردنم خوب نیست. اون اولا هم که گفتم خدای نیدم و اینا داشتم الکی میگفتم، حالا بین خودمون بمونه. وای پشما اصلا اینا. این چه بازیه؟ من قبول ندارم اینا، اصلا نمیذارم من راه بیام. تا ریوایو میشم زرتی میزنن. ولی فکر کنم بچه یکیشون گان کشیده بودا، حواسم بود. وای نه خدایی نمیشه 2 قدم راه رفت. هر جا میری زیر پات نیده. بعد فکر کن 5 به 5 مگه شیپمنت چقدر آخه دختر یه دیوونه که 10 نفر رو بردی تو شیپمنت داری دوئل. بردیم اصلا تا می اومدیم میمردیم همش. آره اسپان میشدیم، اسپانو میزدن، بعد نید اونجا میترکید 3 شات 4 شات هممون. ولی حال داد. آره من یه شاتگان کم داشتم ولی واقعا جامپ 700 خدا وکیلی خیلی ظلمه. اشکال نداره. خدا وکیلی اچ پی 1 ظلمه. اشکال نداره، به جاش حال میده.